سلام، من ایلیام. به کانال مادرید موشن یعنی کانال خودتون خیلی خوش اومدید. امروز میخوام درباره اخبار این 4-5 روز گذشته از تیم رئال مادرید با هم دیگه صحبت بکنیم و به بیشتریاشون واکنش نشون بدیم و نظر خودمون هم درباره اون خبرها بدیم. پس با من تا آخر ویدیو همراه باشید و کانال منو ساب و لایک کنید و نظرتون هم پایین این پست کامنت کنید. خب این سراغ اخبار که درصد شانس بردن کیلیان امباپه توی این فصل فقط 2.9%. خب به نظر من اینم واقعا حق، چون که رئال مادرید شاید یه جام باشگاهی جهان رو میبرد و همینطور فرانسه قهرمان لیگ ملت‌های اروپا میشد، خب درصد کیلیان امباپه میرفت بالاتر. و حالا توی این بازی که با پاریس سن ژرمن هم کرد، با اون عملکرد بدی که داشت، یعنی توپ هم که دستش نمیومد بتونه حرکت خاصی هم انجام بده، بالاخره عملکرد بدی که داشت نمیتونه بر درصد شانسش بیافزایه. خب دنیلو بازیکن سابق تیم رئال و برزیل امروز 34 ساله شد. خب اینم که هست، بازیکن قدیمی 2016 من یادم ازش و دفاع راست بود. حالا بخوام بگیم و کارلوس هم اومده با پرواز به سمت رئال مادرید و به شهر مادرید و استوری گذاشته که نوشته حالا مادرید، که اون تصویرشون بالا میاد خدمتتون. دیگه چیز دیگه هست اینه که عمل جراحی بیلینگهام توی لندن انجام شدش، انجام نشده و انجام خواهد شد. ببخشید معذرت میخوام، گفته عمل جراحی کتف بیلینگهام امروز در لندن انجام خواهد شد. خب میریم بالاتر. بله، شماره 18 تیم کارلاسه. خب اینم از این فهمیدیم و مراسم معارفش هم که انجام شده، عکسش این بالا میبینید. حالا صحبتایی از فرناندو پرز براتون بگم. امروز مهمیه، ما یه بازیکن جدید معرفی میکنیم که مطمئنم میلیون ها مادریدیستا در سراسر دنیا خوشحال میکنه. ما در حال حاضر وسط یکی از موفق‌ترین دوران‌های تاریخ رئال مادرید هستیم. چیزهای زیادی به دست آوردیم، اما به تلاش برای دست آوردن عناوین بیشتر تلاش میکنیم. ما میخوایم به این چرخه موفقیت ادامه بدیم. رئال مادرید همیشه بیشتر میخواد. ما توی 11 سال اخیر 6 چمپیونز لیگ بردیم. هویسن، ترنت، کارلوس، ماستانتوانو و ژاوی باعث بهتر شدن باشگاه ما خواهند شد. آلوارو توی یه روزی آرزوش بازیکن رئال مادرید بشه و حالا به رویای حقیقتش پیوسته. اون سخت تلاش کرده و سختی زیادی پشت سر باشه تا به اینجا برسه. ما فراموش نمی‌کنیم. مادریدیستای عزیز، آلوارو به باشگاه ما پیوسته. اون کاملا انتظارات و ارزش این باشگاه رو میدونه و میدونه باید چیکار بکنه. یکی از بهترین مدافعان اروپا به تیم ما پیوسته. خب این از صحبت‌های فلورنتینو پرز و به نظرم تمام چیزها رو گفت، ولی یکم هم فلورنتینو پرز حرفای در پیت میزنه و زیاد رو اساس نیست. حالا یه اخبار دیگه ببینیم از ماستانتوانو که از لیورپول رئال خریده ولی تو اینجا باشگاه جهان حضور نداشته شد. رئال وقتی ماستانتوانو 16 سالش بود باهاش تماس گرفت و قرار بود سال 2026 به باشگاه بپیونده، اما پاریس این پروسه رو طولانی تر کرد و در آخر به خاطر علاقه ماستانتوانو نتونست جذبش کنه. خب این از این. و کارلوس به گرونترین دفاع چپ رئال مادرید تبدیل شد که پایین ترین اول تئو هرناندز بود با 24 میلیون و فابیو کنتراو بودش با 30 میلیون و مندی بودش با 48 میلیون و حالا آلوارو کارلوس با 50 میلیون دلار اول. حالا نوشته آمار فوق‌العاده 2 اسطوره در 4 فصل. اگر فکر میکنید کسی میتونه جاشون بگیره سخت‌تر اشتباه هستید. آمار رو من این بالا میذارم و براتون ازش میخونم. لیونل مسی از سال 2011 تا 2014 253 گل زد. 2011 59 تا 2012 که طلایی بود و نسخه پرایم لیونل مسی بود 91 زد. 2013 45 تا و 2014 58. حالا کریستیانو رونالدو هم دوباره 253 تا توی این 4 فصل زده. 2011 60 تا، 2012 63 تا، 2013 69 تا و 2014 61. این آمار
نشون میده که هیچ کس نمیتونه جاشون رو بگیره، حتی امباپه و یامال که خیلی با این دوتا مقایسه میشن. بله، خبر اومده که ویارال میخواد به لونین پیشنهاد بده و لونین رو میخواد. میریم بالاتر. مقایسه نونو مندز و آلوارو کاراس در بخش‌های مختلف دفاعی، این خیلی مهمه و تصویرشون بالا بهتون نشون میدم که کارراس بنفشه است و نونو مندز آبی است که نشون میده توی خیلی چیزا اندازه نونو مندزه و توی یه سری چیزا هم از مندز بهتره و توی یه سری چیزا هم پایین‌تره ازش و حتما پیشنهاد میکنم اینو با دقت نگاه بکنید که نشون میده که آلوارو کاراس میتونه رقابت کنه با بهترین دفاع چپ دنیا که الان نونو مندزه. خب اینم از این. مودریچ هم که به میلان پیوسته و حالا بخوایم آپدیت جدید توپ طلا بگیم. عثمان دمبله فعلا اوله، دوم رافینیا، سوم لامین یامال، چهارم اشرف حکیمی، پنجم محمد صلاح، ششم ویتینیا، هفتم خویچا و هشتم فابیان، نهم نونو مندز و دهم کیلیان امباپه که در موردش صحبت کردیم اول ویدیو که شانسش خیلی کمتر از همه است. اینجا خبر نوشته که وینیسیوس و رودریگو ماه آگوست از رئال مادرید جدا خواهند شد که به نظر من این نظریه خیلی غلطیه و خبر اشتباهی که اصلا صورت نمیگیره 100%. و به نظر من باید رئال مادرید در بین رودریگو و وینیسیوس یکی رو انتخاب بکنه برای فروش که نظر خود من توی ویدیوی قبلی گفتم 5 بازیکن باید از رئال جدا بشن، گفتم که باید رودریگو به فروش بره تا وینیسیوس جوری. حالا دلیلش رو توی ویدیوی بعد که قراره بسازم بهتون میگم چرا باید وینیسیوس بمونه و رودریگو بره. یه ویدیو در مورد این قراره بسازم، حالا ان شاءالله شاید فردا این ویدیو به دستتون برسه. خب فابریزو رومانو میگه اگر رئال هافک جذب نکنه سبایوس ممکنه باشگاه رو ترک کنه. بتیس مثل همیشه یکی از گزینه‌های سبایوسه. خب این که هست فقط سبایوس من اینو بگم که رفت درم پشت سرش ببنده. توی شما هافکامون رو گرفتیم و دیگه نیازی به سبایوس نداریم و توی این سال ازش تشکر میکنیم، به ما خیلی کمک کرد. 2025 مخصوصا سال قبل ما با کمبود هافک مواجه بودیم ولی سبایوس کارو برای ما راحت‌تر کرد. البته اون مسئولیت بعد جلوی رئال سوسییداد کارو برای ما سخت کرده بود و بالاخره تونسته بود کارو انجام. آلوارو کاراس که خیلی وقتا عنوان دفاع وسط تو ترکیب 3 دفاعی بازی می‌کرد، توی دوران فوتبالش 186 بازی انجام داد و 34 تا تاثیر مستقیم روی گل داشت که این آمار خیلی خوبیه به نظر من که 24 تا پاس گل داده و 10 تا گل زده. این که میتونه دفاع آخرام بازی کنه یکی از خصوصیات یه بازیکنه. مثلا ما هیچ وقت دفاع چپمون نمیتونه دفاع آخر بازی کنه. و اینم بگم که بازیکنیه که تکنیک داره، سرعت داره که در ویدیوهای 2 تا ویدیو یا 3 تا ویدیو قبل‌تر اینو توضیح دادم که کامل میتونید ویدیو رو ببینید و قشنگ با آلوارو کاراس آشنا بشید بازیکن جدید رئال. و همین اسم خبر بالاتر که رومانو صحبت کرده در مورد انتقال ابراهیم کناته به رئال مادرید که گفته رئال مادرید داره روی جذب ابراهیم کناته به عنوان بازیکن آزاد روی تابستون کار میکنه. هیچ توافقی بین کناته و لیورپول انجام نشده و ابراهیم کناته نزدیک بود که اکتبر یا نوامبر قراردادش با لیورپول تمدید کنه، اما بعدش اوضاع عوض شد و کاملا مخالفت کرد با ایده لیورپول که گفته تمدید کنید. رئال مادرید الان کاملا حواسش به این بازیکن هست. خب بله، این خیلی گزینه خوبیه برای رئال مادرید که ما الان با بحران دفاع آخر مواجهیم. دیدیم که هویسن رو خریدیم، واقعا دفاع مستحکم و قابل اعتمادیه، اما رودیگر و آسنسیو این کارو نمیتونن انجام بدن. رودیگر و آسنسیو دفاع‌های خیلی مطمئنی نیستن. توی بازی با پاریس سن ژرمن نشون دادم و توی ویدیو اولم در موردشون توضیح دادم و کامل آنالیز اون بازی رو کردم. خب این از خبرهای این 2-3 روز یا هم 4-5 روز گذشته که اینا رو به شما گفتم و از شما تشکر میکنم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. من ایلیام از کانال مادرید موشن و همینطور از لایک و سابسکرایب کردنتون هم از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.